در تیزری که برای قسمت جدید خواهر و برادرانم منتشر شده شاهد هستیم که عاکف به رابطه پدر و پسری عمر و احمد پی برده و متوجه شده که احمد در صدد هر طور شده منکر این رابطه پدر و پسری بشه و به همین خاطر این ماجرا رو با سوزان در میون میذاره و ظاهراً تصمیم میگیره که به همراه سوزان از احمد باجخواهی کنه. اما این نقشه عاکف با مرگ دردناک عاکف در میان شعله‌های آتش ناکام میمونه، چرا که در تصاویر همین تیزر میبینیم مزاحمت‌های شنگول بالاخره کار دستش میده و باعث میشه که گنول به سیم آخر بزنه و نیمه های شب با به آتش کشیدن خودروی ون غذا فروشی شنگول رو از هست و نیست بندازه. اما در این بین عاکف که داخل ون شنگول خوابیده بود وسط آتیش گیر میکنه و به شدت میسوزه. اما در ادامه تصاویر تیزر هم میبینیم که عمل از تصادف جون سالم به در میبره و توی بیمارستان بستری میشه. اما پلیس به شدت پیگیر پیدا کردن ضاربه و سارپ هم که مقصر این تصادف بود با فرار از صحنه تصادف به پدرش احمد پناه میبره و ازش تقاضای کمک میکنه و احمد هم قضیه رو براش ماسمالی میکنه. اما این وسط به یک باره یه فیلم از صحنه تصادف پیدا میشه و سارپ هم هر طور شده تصمیم میگیره تا این فیلم رو به دست بیاره و اونو نابود کنه.